آمارین فرمی آشکارا بری هاتنا داعش عراق بو چهار سرکردن آلیشان آکنجیبونه به دوی به درست کردن 3 میلیون یکین آکنجیبونه هبو بله پشتی هرش و ورانکرین تیروریستین داعش نوکه او به دوی بو 4 میلیون یکین بلند بویا. هر واسه شرازان بیاوی آبوریجی اوه چند روحان دگن اگر به تو عراق سالانه 250,000 یکین آکنجیبونه درست بگردن کو اوجد نوکه دا استمه اوه پشتی 25 سالندی دچیدن قیران آکنجیبونه بدو ماهیک بینیدن. هر واسه لدیف نیترین آمارا رای خروان توین اگرتی نزدیکی 4 میلیون کسان در عراق دا آواره بوینه و به دهان هزار خانی جی گره هرشین تیروریستین داعش و اپراسیون هزین امنیین عراقی هاتی نهرفاندن و ویران کرن. او ایگه بوی اگر درزبون قیران آکنجیبونه لپتریات دورن عراقه. هر درباره بپرسید عراق دا مظهر محمد صالح شیرتکاری آبوری سرک وزیرین عراق را گهاند. و حزیران سال 2014 و بری هات ناگروپین تیروریستی داعش عراق بدوی به درست کردن 3 میلیون یکین آکنجیبونه هبو بله پشتی هرش و ورانکرین تیروریستی داعش نوک عراق بدوی 4 میلیون یکین آکنجیبونه هیا بو چهار سرکردن قیران آکنجیبونه. هر واسه ناوری گوتیجی حکومت به درست کردن یکین آکنجیبونه و خانیان ناونجی و به تشویق کم حتی راده که شدن و قیرانه کم بکدن شده که دجیو آماروی که آشکاراتیان که پشتی سر هلدان جنگ داعش سال 2014 وره به تری 3 میلیون و 400 هزار کس آواره بوینه و رژه بیکاریه بو 23 ساده بلند بویه. هفدم کمک اگرندی بوینه اگر مزن بونا قیران آکنجیبونه عراق دا جوانا درست کردن خانیان به شواز زدگاوی و خرابیا جیان و جیارا ولاتیان و خواستنا کوش کردن جیبوین گندان بو باجر و باجر کان هر واسن زدبونا جمارا آکنجیبون عراق گل دیو دو ماهیک خامنادن وزارت پلاندانل دو ماهیک اوه ساله دا جمارا آکنجیبون عراق دا گهیتا 37 میلیون کسان. هفدم شرازم بیاوی آبوری اب چند روحان دکن کود برانبر زدبون آکنجیبون عراق سالانه 150,000 یکین آکنجیبونه درست بکن که اوجی دویدمی دا کارک استمه او پشت 25 سالندی عراق دشیدن قیران آکنجیبونه 400 بگدن بله اگر قیران دارایی